سال 1993 دولت تاجیکستان با سروری امام علی رحمان برای عملی گردانیدن هدفهای مذکور یک سلسله اقدامات بزرگ را راه اندازی کرد که از نخستین تلاش‌های تاجیکستان بابت پیوستن با جامعه جهانی به حساب می‌روند. در نتیجه جد و جهد و تطبیق موفقانه سیاست خارجی سرور دولت امام علی رحمان، جامعه جهانی به کشور ما اعتماد بیشتر می‌کرد و در مدت یک سال 114 مملکت جهان جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت که در اینجا سرور دولت امام علی رحمان سهم بزرگ و مرکزی دارد. در تاریخ دولتداری تاجیکستان 29 سپتامبر سال 1993 بار نخست از بانفوذترین منبر جامعه جهانی، منبر سازمان ملل متحد، این بیت جاودانه سعدی بزرگ از زبان سرور دولت تاجیکستان پیشوای تاجیکان جهان امام علی رحمان صدا داد. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گهورند.